Ladies and gentlemen. کیه؟ محمد رضا باش آشنا هستیم. امروز یه چالش خفن داریم که کمتر جایی دیدین. چالش میم های گسترده‌ای که توی این جهان هستی وجود داره رو کیا برای ما جمع کردن؟ قراره توی واقعیت اینو انجام بدن. هم آقا محمد رضا هم پشت دوربین یکی هستش که نه ما میدونیم بازی چیه اما قوانینش رو نمیدونیم. آره. یعنی چجوریه؟ قوانین اینجوریه که آقا این میما رو بهشون نشون میدم و هر کی نقشش رو بازی میکنه باید بهش نمره بدیم. یعنی مثلا محمد رضا بازی کرد، من و محمد سیا بهش نمره میدیم. خب عادلانه بودن تشخیص میده؟ عدل علی کجاست؟ عادلانه بودن در کار نیست بچه‌ها. عادلانه بودن اینه که کلا واقعی باشه. یه سوالی نپرسیدی. چی؟ مجازات چیه؟ مجازات هنوز معلوم نیست. ممکنه هر چی باشه. برای همینه که تیشرت سفید نپوشیده بچه‌ها. گذشته فریبم داد. من سفید پوشیده بودم. بعد فهمیدم قراره گند بخوره به لباسم. سیاهش کردم. همرنگ بستم شد. بریم برای چالش. شرایط ویدیو چجوریه کیا؟ شرایط ویدیو اینجوریه که من چند تا میم بهشون نشون میدم. باید تو واقعیت انجامش بدم. و البته نمره دهی هم داره. مثلا محمد اگه انجام بده من باید بهش نمره بدم و محمد رضا نمره بده و آخر سر نمره هر کی پایین بود رسیدیم. امیدوارم که بتونم خوب عمل کنم. مطمئنم محمد میبازه. همیشه محمد بازنده است. چالش رو شروع کنیم دیگه. محمد اولین نفری هم که میمو میرم. حالا میم انتخابی معلوم نیست چیه. بله. بریم برای انتخاب میم اول توسط آقای خوششانس امروز. چشاتو ببند. آقا ویدیوی میمه اینجا میاد. این بالا برات. من از یه شرکت بزرگ کلاهبرداری کردم. من از دومین بانک بزرگ فرانسه تنها با استفاده از یه خودکار دزدی کردم. من لایه اوزان رو سوراخ کردم. من یه مردو کشتم با یه انگشت شست. من از دومین بانک فرانسه فقط با استفاده از یه خودکار دزدی کردم. من یه مرد کشتم، اونم فقط با استفاده از یه انگشت شست. آقا محمد میمو اجرا کرد و برسیم به نمره دهی. سیاهه. من نمیدونم چیه. آه خوب اجرا کرد ولی نه اونقدری که بخواد رسیدیم بخش نمره دهی. محمد رضا ببین خوب بازی کرد ولی یکم شرایطش خوب نبود. ببین یکم سیاهه. من نمیدونم اینجوری میکرد اما بازم خوب بود. من بهش 7 میدم. یکم لرزش داشت. من بهش اون لرزش که میدونی به خاطر چیه؟ اون لرزش به خاطر هیجان. چند میدی؟ چند میدی امتیاز؟ 6.5. اداره ژاندارمری دارم شکایت. اداره آقا میریم برای چالش محمد رضا. برو بریم. پارسافر تو کونت میخواد نه بذار پارسا خاره نه تو کونت میخواره. هر 6 ماه بار میای به ما داستان. آقا اجرای محمد رضا رو دیدیم. محمد نظر راجع نمره. فعلا من نمیدونم. به نظر من که حاجی خوب رفت ولی لباسش در نیاورد. من 7 بهش میدم. لباسش در میورد 10 میدادم. کونت میخوره. که لباسش رو در میاد اینجا لخت میشد واقعا نمره بالا میگرفت. من بهش 8 میدم. 8. بریم برای اجرای من. اللهم آقا خب صبر کن. چشاشو بستیم میخواد انتخاب کنه ببینیم چی باشه بسش آقا گوشی رو بگیر. بیا. کجاست گوشی؟ خیلی بامزه بود. گوشی کجا؟ گوشی رو بده دست من. خب بابا نه اینجا نیست این دستمه. بابا اینجا گوشیه دیگه. وایسا. آقا ویدیوش این بالا میاد. ببینم چوشه دارم. خب آب پاکی ریخ رو دستم. کارم تمومه. چی شده رفیق؟ هیچ. آب پاکی ریخت رو دستم. بگو ببینم چی کار کرده.
فقط حقیقت رو گفت. حقیقت رو زد. خیلی بامزه بود. خب نوبت نمره دهی به کیا میرسه؟ با محمد رضا شروع میکنیم. من نمره 5 میدم تو کونت میخوره؟ بهش، چون که اولا دیالوگا رو درست حفظ نکرد، بعد ولی خب بازم من چون توش بودم خوب در اومد کارش. همیشه نمره پایین بدید. من هم 5 میدم به همون دلیلی که محمد رضا گفت. آره چون دیالوگا رو درست دیالوگا حفظ نبود. نبود دیگه نتونست دیگه در بیاره کار خوب، اما امیدوارم دفعه بعد تلاشش رو بیشتر کنه. تو استیج بعدی میبینیم. خب بچه نوبت محمد دوباره. محمد بخوای چشاتو ببند. باشه. مجبوری چشاتو ببندی. بستم. گوشی خوب. اینجاست. بزن دیگه. بچه اینجا رو این بالا ویدیوش میاد. Oh no! Oh no! Oh no! Oh my god! میریم برای نمره دهی برای محمد. محمد شبی حاجی خیلی خفن بود. اول می‌خواستم 10 بدم ولی اونجا که عقده‌ایم 9.5 میدم. دستشو نذاش، نباید بذارش رو سرش. من سر من هم نیم نمره رو سر اینکه دستی رو، ولی خیلی تمیز سرش کرد. من به 6 نظر میدم. یه میم جدید ساخت. آقا 6. آقا نوبت چالش محمد رضا. محمد رضا اجرای خوبی انجام میدی. قوی اومدم تا همینجا شم. تموم کردم، موفق رنده میشی؟ کردم. ببین موفقیت کار هر روز خدافظ. منه. آرزو و جوانان قیل من. برو. ببین دستمون نبره جایی تو. محمد که اینجا نیست. بزن. اوه. آقا ویدیوش میدیم بغل. نوبت امتیاز دادن به محمد میم رضا محمد شد. رضا آره. میشه. آقا من زیاد راضی نبودم. نه چند بدیمش؟ من 5 ببین میدم. اصلا یه تیکه آروغ مصنوعی نتونست من جمع بهش کنه. 5 میدم. گناه داره. من 4 من 5 میدم. تمام. 5 میدم. خب الان دیگه نوبت کیاست. منم چالشم رو رفتم. فکر میکنم بالاتر از بقیه باشم. کیا رو که میبینید داره تمرین نابینایان میکنه. نشونش بده. تمرین نابینایان. امیدوارم که موفق بشه و یه کور عالی ازش در بیاد. خب آقا بذار ای داشتی نگاه میکردی. نه. خب بیا بیار انگشتتو. زدم. چیه؟ اوه. من از یه شرکت بزرگ دزدی کردم. باید چند سال پیرتر بشی. این آقا اصلا فیلم نیست. ویدیو اینجا میاد. آقا به تو چه کجا میاد؟ من میخوام بگم اینجا میاد. اونوری کن. آقا ویدیو اینجا میاد براتون. آره اینجا میاد. دقیقاً اینجا براتون میاد. آره. یه چند ثانیه با این حال کنید تا ما برگردیم. گذشته فریبم داد گذشته فریبم داد. حال عذابم داد. وایسا فریبم داد. حال عذابم میدهد. از آینده وحشت دارم. محمد ما الان نوبت ویدیو کیاه. ما دیدیم خدایش خفن اجرا خدایش خیلی کرد تمیز رفت. ولی من بهش 8 میدم سر فشاری که بهم اومده. ببین اون صدا رو اون تون صدا رو نداشت. منم حالا چون گریه نکنه 9 میدم. آقا رسیدیم بخش سوم چالش‌ها و محمد این سومین چالشی که قرار انجام بده. تو به من. حالا میتونیم تنهاش بذاریم. آره خب باش. آی ببخشید. گوشی اینم تو اینم دستای من. بزن. خب آقا خیلی خب بچه‌ها آقا. ویدیو رو انتخاب کردیم 5 ثانیه باش حال کنید تا بریم سراغ. ویدیو محمدم که دیدیم. ببین خیلی خوب اجرا کرد ولی چون عکس بود زیاد توقع خاصی نمیشه داشته باشیم. من 7 میدم بهش. قسمت سوم چالش محمد رضا. تا اینجاش که خوب پیش رفتم فکر میکنم. نگاه میکنم هیچ وقت نگاه نکردم. خب اوه
Oh my god. آقا ویدیو اینجا میاد. بچه‌ها اینجا نگاه کن. نه اینجا رو باید بگید. 5 ثانیه باش حال کنید تا برگردیم. چه نگاه نکن. نگاه میکنم هیچ وقت. آقا ویدیو محمد رضا رو دیدیم، اکت ماریو رو انجام داد. محمد نمره ببین میم ماریو یه ذره چیز بود، احساسی بود، ولی محمد رضا طنز رفت خنده‌دار، ولی اون چیزی که می‌خواستید نبود. 5 میدادم. منم 4 میدم. آقا نوبت کیارشه، آخرین میمشه. چشتو ببند، دستو بده، صلوات بفرست. بچرخون یه دونه انتخاب کن. بچرا بذاره بالاتر. شیت. فیلم نامربوطه. شیت. برو. گوشی رسید و بله داداش ویدیوش میاد. بله برو اون اینجا ویدیو رو بیا. اینجا خیلی بامزه بود. به جان خودم اینجا دوستامون نشستن این جوکا رو می‌نویسن. آقا الان نوبت کیاسک امتیاز بدیم برای میم خنده بازاری که رفت. به نظر من عدد 7 رو میدم بهش. درست صداشو کلوف نکرد اونجوری که اون میکرد، سر همین 7 نه، وگرنه همه چیش خوب. منم به خاطر اینکه صداشو مثل اون یارو نکرد 5 میدم. افتاده. بیا برو اینو. برو. آقا مجازات هم میذاریم برای فردا که یه مجازات خیلی خفنه. آره فکر کنم مثل برده میخواد از اون کار بشه. حالا ببین چیه که گفت الان دیگه نبذاریم فردا، بریم برای فردا. بریم. پسر جون ببینم. آقا پسر بابا بذار ببینم. چیو بخور؟ اینو بخور. بخور اینو. اینجا آبه. بخور اینو. بخور دیگه. بابا محمد شکلاتش رو می‌کنی. لایک کامنت سابسکرایب